وصیت 21: در نماز به هر طرف میل نکن. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای پسرکم، در نماز به هر طرف میل نکن، زیرا میل نمودن در نماز هلاکت یعنی کم شدن ثواب است. روایت ترمذی. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: چون بنده در نماز قائم شود، پس او در پیش خداوند رحمان است. پس هر وقت میل نماید، خداوند تعالی می گوید: ای فرزند آدم، به سوی کی میل می نمایی؟ به سوی بهتر از من؟ ای فرزند آدم، به نمازت روی گردان، زیرا من بهترم از آن چیزی که تو میل داری. روایت بزار.